کوههای بلند بدخشان تا مناطق هموار نیمروز و در تمام نواحی افغانستان، در تمام مناطق دوردست افغانستان الحمدلله خدمات مخابراتی موجود است. په تیرو کلونو کې او په فعلي حالت کې په افغانستان کې د مخابراتو سکتور ډېر پرمختګ کړی دی. ما همیشه کوشیدیم که در کارهای خود از تکنولوژی های پیشرفته کار بگیریم. این قسمی که جمعی بینین ماشین که دریل یا برمه میگن ایره در ساحات مزدحم شهری از استفاده میکنیم که هیچ برای زیربنای شهری هم تاوان و صدمه نرسه. 5G را الحمدلله در بخش آزمایشی قرار داریم که تا هنوز نتایج بسیار خوب است. در کابل و 8 ولایت دیگر از جمله هلمند، مزار، کندوز، غزنی، پروان هم زیر کار است و انشاءالله العزیز در شهرهای دیگر هم ادامه خواهد یافت. افغان بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.